سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 60 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم رنگ افشاری رو با هم دیگه کار بکنیم که این قطعه اثر درویش خان هست. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالاتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما. خب این قطعه شماره 60 یه قطعه 6 8 پس شمارشمون براش به صورت 1 2 3 4 5 6 میشه. دقت کنید که این قطعه حالا اسمش رنگ افشاری هست. رنگ یه فرم توی موسیقی ایرانی. ما یک سری فرم ها داریم مثل پیش درآمد، مثل آواز، مثل تصنیف، مثل چهار مزرا، مثل رنگ. هر کدوم از اینا ویژگی های خاص خودشونو دارن که اینا رو مفصل توی کتاب های بعدی که موضوع درس ما بیشتر در مورد آموزش ردیف ها هست بیشتر در موردش صحبت میکنیم، ولی فعلا در حدی که یه آشنایی باهاش داشته باشید. رنگ ها قطعات اصولا شاد و بی کلامی هستن که معمولا به عنوان آخرین قطعه یک اجرا نواخته میشده و باهاش یک رقص خاصی وجود داشته که باهاش میرقصیدن. ولی خب متاسفانه از اون رقص‌ها هیچ آثاری از دست نیست، فقط نوشتجاتی ازش موجوده. و اینکه رنگ افشاری هست یعنی اینکه این رنگ، این قطعه‌ای که فرمش به صورت رنگ هست، در مایه افشاری نوشته شده که افشاری خب ویژگی‌های خاص خودش رو داره. ما قبلا زدیم چهار مزرا به افشاری زدیم یا قطعات دیگه‌ای زدیم که توی حالت افشاری بود. اگر دقت کنید همه اینا یه حالت ویژگی‌های مشترکی دارن. مثلا دو توش نوت خیلی پر اهمیتیه، فا همینطور، لا همینطور. اینا نوت‌های مهمی هستن. گردش ملودی توی این قطعات تقریبا شبیه به هم دیگه است که حالا اصولی ترش رو حتما جلوتر با هم دیگه بررسی می‌کنیم. بسیار عالی، بریم شروع کنیم. من دیگه توی این قطعات دیگه چون دیگه تقریبا نصف کتاب، بیش از نصفی از کتاب رو با هم دیگه پیش رفتیم، دیگه احساس میکنم که دیگه نیازی نیست خیلی تمرکز کنم روی حالا اسم نوت‌ها و اینا چیزایی که شما باید توی این سطحی که هستید بلد باشید. بعد سعی میکنم سریعتر نوت‌ها رو بخونیم و روی ساز جمله بندی‌هاش رو اجرا بکنیم. خیلی خط اول قطعه با سکوت شروع میشه، 1 2 سکوته، بعدش 3 4 نوت جفت فا هست، 5 6 جفت دو هست. میزان بعد دوباره سکوت سیاه، جفت لا جفت فا، باز سکوت سیاه فا سی، سکوت سیاه لا فا. بسیار خوب، پس خط اول رو اجرا میکنیم. شمارشش چطور میشه؟ میگیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6. بسیار عالی. خط دوم دو میزان اول نوتامون هست، اولش با یه سکوت سیاه شروع میشه، بعدش هست فا سول لا سی دو ره دو سی دو و میزان آخر هم میزنیم که دیگه جمله کامل بشه. سکوت سیاه تریل ره میشه رمی رمی و یه دونه دو. پس کل خط دوم به این شکل میشه: فا سول لا سی دو ره دو سی دو رمی رمی دو. میشماریمش: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. خط بعد، خط سوم، تقریبا همین ملودیه ولی یه نوت اومده پایین‌تر، از می کرون یعنی می خر که اول سیمای سفید شروع شده. می فا سول لا سی دو سی لا سی لا فا. پس میشه می فا سول لا سی دو سی لا سی لا فا. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. پس خط اول این قطعه یک جمله است که 2 مرتبه اجرا میشه. این دو خطی که الان زدیم یعنی خط دوم و سوم هم یک جمله است که باز دوباره باید 2 مرتبه اجراش بکنیم. خط دوم و سوم رو با هم اجرا میکنیم: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2. بسیار عالی. میریم سراغ خط چهارم: می ره دو ره می فا می ره دو سی دو ره.
خرک نهم باشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. خط پنجم ره می ره دو سی لا سی دو دو ره دو سی لا ره می ره دو سی لا سی دو دو ره دو سی لا. خط چهارم و پنجم یک جمله یا یه عبارت کامله که باید 2 مرتبه اجرا بشه. میریم بشنویم خط چهارم و پنجم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. بسیار بسیار عالی. میریم سراغ خط ششم. فا می ره می فا سل می سل فا می فا سولا سل فا می ره دو. از اول خط ششم تا میزان اول خط هفتم یک جمله داریم. حواسمون باشه میهایی که کرون هستن، میهایی که بین خط 4 و 5 و علامت کرون داره خرک اول پشت خرک میخوره و میهایی که بین خط 4 و 5 ولی علامت بمول داره خرک هشتم سفید میخوره. فا می ره می فا سل می سل فا می فا سولا سل فا می ره دو. با شمارش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. اینو باید 2 بار بزنیم. بعد از این خط هفتم، خط 1 2 3 4 5 6 بعد خط هفتم میزان دو میزان آخر 1 2 سکوته میره دو ره می فا میره دو میره دو ره می فا میره دو 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. خط بعد خط هشتم 1 2 سکوت دو ره می فا میره دو سی دو میره دو سی لا سی ره دو سی لا سول لا. پس من تا خط یکی مونده و آخر میزان اول اجرا میکنم. 1 2 سکوت میگیم دو ره می فا می ره دو سی دو می ره دو سی لا سی ره دو سی لا سول لا. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. این قسمت از نظر ریتمی باید حواسمون باشه. خط یکی مونده به آخر میزان دوم و سوم اولش با یه نوت سیاه نقطه دار شروع میشه. 1 2 3 برای نوت اوله، 4 برای چنگ، 5 6 هم برای سیاه. فا سی لا سکوت لا سی دو فا سی لا سی دو. شمارشش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. تکرار دو میزان داشت، من 2 بار اجراش کردم. میریم سراغ خط آخر. خط آخر تو صفحه اول دوباره یه دونه فا داریم که اینجا دیگه فا سیاه نقطه دار نیست، سیاهه، فقط 2 شماره برای فا هست و 3 میشه چنگ، 4 میشه چنگ، 5 و 6 هم تریل 2. فا لا سی دوره دوره دو سی لا سول فا لا سی دوره دوره دو سی لا سول. میشماریم 1 2 3 4 5 و 6 و 1 2 3 4 5 6. حالا دو میزان آخر این صفحه یه نوت پایین تره نسبت به خط قبل. فا لا سول سول لا سی که اول صفحه بعد یه تکرار دو میزان داره، یعنی این قسمت باید 2 بار اجرا بشه. فا لا سول سول لا سی فا لا سول سول لا سی. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. و صفحه بعد دوباره فا زرد سول لا سی دو سی دو سی لا سول فا سول دو سول فا سول لا سی دو سی دو سی لا سول فا سول دو سول. یه دور قطعه رو از بالا تا پایین بشنویم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.
بسیار بسیار عالی. میریم سراغ اجرای این قطعه با مترونوم. میدونیم که مترونوم رو باید روی 2 ضربی تنظیم کنیم و سرعت سر یک دو سه چهار پنج شیش، 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 یک دو سه چهار پنج شیش. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.